بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و شکر و ثنا و ستایش میگوییم که به ما بار دیگر فرصت داد تا حق را بیان بکنیم و توفیق داد تا که به اهل بدعت جواب گفته باشیم. به خود شما معلوم است که یک 2 ماه قبل ابو صهیب گفتن یک طالب علم تاجیکی که در مصر هست در مدت 27 دقیقه گویا به ما در مسئله العذر بالجهل جواب گفته بود. ما البته به این صحبت 27 دقیقه اش یک جواب در همون وقت گفته بودیم، یعنی جواب ابو صهیب یک جواب اول بود. حالا باشد جواب دوم به آخری سخنش که در 27 دقیقه گفته است. در آخری سخنش ابو صهیب میگوید که البته جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر است، یعنی معنای سخنش همین است و به این سخنش گویا سخنهای علما را حجت می آورد و میگوید که ابن العربی جهل را در شرک اکبر عذر گفتند، ابن حزم جهل را در شرک اکبر عذر گفتند و عبدالرحمن المعلمی جهل را در شرک اکبر عذر گفتند. و این چنین بعضی از دیگر عذری ها میگویند که امام ابن عبدالبر، محمد ابن عبدالبر اندلوسی جهل را در شرک اکبر عذر گفتند، یا که محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله جهل را در شرک اکبر عذر گفتند. همچنین نام های علما را این عذری و دیگر عذری ها می آورند و میگویند که در اساس سخن همین علما جهل در شرک اکبر عذر است و انمین عقیده اهل سنت است و مشرکی که امروز عبادت را بغیر الله انجام می دهد قبر پرست است و قبوری هست، یا حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند، یا دیگر از لشکرانش که به شرک اطاعت و به دیگر کفرها واقع شده است. بالاخره مشرکین، کفار، مرتدین را میگن که اینها جاهلند و مسلمانند. البته برادران و خواهران موحدم، در این مسئله ما کافی و شافی خیلی هم سخن را زیاد کرده ایم. من شما را دعوت میکنم به شنیدن کنفرانس هایی که ما با همراهی شیخ ابو عمر حفظه الله در این موضوع کرده بودیم در گروه یوتیوب ما و در دیگر جایها وجود دارد که همه این سخن ها را با کتاب ها نشان دادیم که این سخنشان در حق علما دروغ است، تهمت است، بهتان است. لیکن حالا 2-3 روز هست که باز مردم در همین مسئله سخن های این عازری جاهل را به من ارسال میکنند که انا این علما گفتند، پس این علما سخنشان چی است و باز عذر دادنش در بعضی از دیگر مسائل و غیره. بیاید ببینیم که در حقیقت همین علما جهل را عذر گفتند یا که این عذری ها دروغ میگویند، یا که خطا میکنند، یا که تهمت میکنند، یا که خودشون نفهمیدند. بالاخره ما به عذری ها، قسم از عذری ها در حقیقت دروغگو هستند. بمانند بعضی از مداخله که دیده و دانسته باز دروغ میگوید. حتی جای شده است که عذری ها بمانند مثلا طلعت زهرانی که در مصر هست میگه که ما یهود و نصارا را بالعموم کافر گوییم اما تکفیر عین کرده نمیتونیم. یعنی دیده و دانسته دروغ میگه، الله تکفیر کرده رو انکار میکنه. بعضیش در حقیقت خطا میکند، بعضی ها خطا میکند، نمیفهمد، به تعویل و غیره گرفتار شد و بعضیش جاهل است. اگر ما گمانمون را به این انسان ها نکنیم، میگیم که اینا بیچاره و نفهمید، سخن های علما را نفهمیدن، جاهلند. اینها علمشون از گوگل هست، اینها
بیچاره ها علما رو ندیده باشند، در نزد علما، در نزد علمای ربانی اهل سنت و الجماعت زانون زده ننشسته باشند، به منهج تعلیم نگرفته باشند، از کجا این حقیقت رو باید بفهمند؟ از کجا علم بگیرند؟ منهج غلط است، منهج بفته خودشون است. گوگل بزنید، الان نظر عذر جهل است یا نیست، به گوگل بزنید. العذر بالجهل گفته به گوگل وقتی که میزنید اولین صفحه رو به شما میبرد، صفحه مدخلی است. و همه این علمایی که آذری افغانی، آذری وصال حق سروری، آذری تاجیک و یا حتی مدخلیش میارد، از همون یک صفحه است. همش از همون یک صفحه. فقط میگوید که ابن العربی القاضی المالکی جهل رو عذر گفتند، امام محمد بن عبدالبر جهل رو عذر گفتند، ابن حزم جهل رو عذر گفتند، عبدالرحمن المعلم جهل رو عذر گفتند. به خاطر چی فقط همین علما رو اینو میگن؟ فقط زیرا که در همون صفحه گوگل که مرجعه های مدخلی آماده کرده است فقط همین است، دیگر نام علما نیست. ما از این زیادتر دیگر علما رو میدونیم که علماهایشون در کتاب گفتن لیکن حقیقت ندارد. بالاخره بیاید در حقیقت تحقیق میکنیم که اینها به گفته اشون درست است یا نیست. اولا ما میگوییم که بارک الله فیکم، اسلام اصل دارد، دین ما اصل دارد و دین ما مسائلی بعد از اصل دین ظاهر دارد، احکام ظاهری. و مسئله اصل دین یعنی جایی که تکفیر می شود شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر است. اما مسائل احکامی ظاهری که هست بمانند نماز یا که بعضی از صفاتهای الله سبحانه و تعالی، اگر در حقیقت نو مسلمان شده باشد و به اون نماز خوندن حالا نرسیده است، مسلمان شد اما 5 وقت نماز خوندن رو حالا کسی به اون نرسانیده است، این مسائل احکام ظاهر این حکمش فرق میکند از حکم کسی که به شرک اکبر واقع شد. تقسیمات دارد. و مسائل خفی هست، شرک اکبری خفی و کفر اکبری خفی، یعنی مسائل فروعی. بالعموم علما اسلام را به 2 قسم تقسیم کردند. گفتن قسمی که جهل عذر شده نمیتواند و برای همه فرض است که بداند، نداند اگر بعد از ندانستن واقع بشود حکم را میگیرد، مشرک است. و قسمی از دین جهل عذر است. سخنهایی که از مثلا محمد ابن عبدالبر رحمه الله مرجعه های آذری های گمراه می آرند، وقتی که نظر میکنید میبینید که سخنی شیخ امام اهل سنت و الجماعت امام اینچنین مالکی محمد ابن عبدالبر صاحب کتاب الاستذکار و التمهید درباره قسم دوم دین است، درباره عذر بودن جهل در مسائل صفات ها، در باب صفات ها یا احکام ظاهری یا مسائل خفی. ما این قبول داریم. بله، همه این آذری ها سخن امام محمد ابن عبدالبر رحمه الله را می آورند که محمد ابن عبدالبر رحمه الله گفته است که کسی که در صفاتهای الله سبحانه و تعالی جاهل ماند ما او را تکفیر نمی کنیم. یا سخن امام شافعی را می آورند، محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله عیناً درباره صفات الله گفته است. ما میگیم که صفاتهای الله به 2 قسم تقسیم می شود. صفاتهایی که انکار کنید کافر می شوید، صفاتهایی که اگر ندانید جاهل باشید کافر نمیشوید. اما صفاتهایی که جاهل باشید کافر میشید. بمانند صفت علم الله، احمد ابن حنبل میگن که کسی که علم الله را انکار کرد کافر است اگرچه جاهل باشد. نظر کنید به شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که عبدالعزیز الراجحی تفسیر کرده، شرح داده، یا که شیخ عبدالعزیز الطریفی الخراسانی شرح داده. و علما اجماع میکنند، همه علمای سلف، که کسی که علم الله را انکار کند کافر است. قدریه ها را برای قسم از سلف به 2 قسم تقسیم کردند. قسم از سلف تقسیم نکردند، تکفیر کردند، به خاطر اینکه انکار کردن قدر این انکار کردن علم الله است و تکفیر کردند. علم الله این صفت الله است. قسم از صفت الله را کسی که جاهل ماند و انکار کرد کافر است. و قسم از صفت الله را اگر جاهل ماند و جزء از جزئیاتش یا که مسائل خفی را انکار کرد کافر نمیشود. و سخنی که مرجعه ها از سخن محمد ابن عبدالبر رحمه الله یا که محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله یا که از ابن حزم الظاهری و دیگر از علما می آورند
خوب دقت بدید در عبارش میگوید که بله کسی که در باب صفت الله جاهل ماند قسم دوم یعنی مسائل خفی هست همه فهمیده نمیتواند ما این رو تکفیر نمیکنیم میگن بله ما همین قبول داریم اما این سخن حجت نیست این سخن در محل نزاعی که ما داریم صحبت میکنیم در بالای موضوع نیست از موضوع بیرون است موضوع ما کسی که جاهل بماند در بالای شرک اکبر و کفر اکبر آیا جهلش عذر است یا نیست کسی که جاهل بماند و به شرک اکبر و کفر اکبر واقع بشود آیا جهلش عذر است یا نیست سخنهای محمد ابن عبدالبر ابن حزم محمد ابن ادریس شافعی و دیگر علما در مسئله شرک اکبر کفر اکبر نیست سخنهایی که آذری ها میارند در مسئله قسم دوم صفات ها از صفات هایی که جهل در این باب عذر است یا در باب احکام یا در باب خفی مسائل خفی که همه نمیتوانند بفهمند این حق علما است علما میفهمند پس حالا ما امروز سخنهای همه این علما را در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر میاریم که میگویند که جهل عذر نیست این رو مثلا این عذری ها نمیارد ببینید محمد ابن عبدالبر رحمه الله وفات کننده 463 هجری در کتاب آمده است که کتاب هم نامش جامع بیان فضل العلم جامع بیان فضل العلم خودی محمد ابن عبدالبر اینجا بیان میکنند مجله اول صفحه 58 و 57 رو نظر بکنید جامع بیان فضل العلم ببینید محمد ابن عبدالبر رحمه الله میگویند والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه اون مسائلی که به همه فرض است دانستنش ضرور است اونی که انسان جاهل ماندنش ناممکن است ما لا يسع الانسان جهله برای انسان ممکن نیست که در این مسائل جاهل بماند و این مسائل از جمله فرض هاست که الله برای او فهمیدنش و دانستنش را فرض کرده مفترض علیه جاهل ماندنش ناممکن است جایز نیست این مسائل کدام مسائل است میگن الشهادة باللسان والاقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له شهادت دادن به زبان اقرار کردن به قلب که البته الله یکتاست شریک ندارد و هیچ چیز به الله مانند شبیه و مثل مانند ندارد لم یلد ولم یولد تولد کسی را نکرد فرزند ندارد یعنی و از کسی تولد نشد یعنی پدر مادر ندارد ولم یکن له کفوا احد و هیچ کسی برابر الله نیست خالق کل شیء خلق کننده همه چیز است و الیه یرجع کل شیء و به سوی الله همه چیز برمیگردد المحیی الممیت زنده کننده حیات بخشنده و میراننده الحی الذی لا یموت الله که همیشه زنده و پاینده است که وفات نمیکند عالم الغیب و شهاده داننده غیب و حاضر و غیب است ببینید سخن دور و دراز است در آخرش می آیند یعنی چیزهای فرض رو ذکر کرده میگن که الى اشیاء یلزمه معرفت جملها ولا یعذر بجهلها انا همچنین چیزهایی که فهمیدنش معرفتش لازم است عموما دانستن و فهمیدنش لازم است و به جهلش عذر ندارد ولا یعذر بجهلها ولا یعذر بجهلها به جهلش عذر نیست معذور نیست در مسئله این مسائلی که ذکر شد در جهلش ببینید اولین چیز توحید است به جهلش عذر نیست جهلش عذر نیست پس در مسئله توحید کسی که جاهل میماند و به شرک واقع میشود و نمیداند که این عبادت کردن یعنی دعا طلبیدن از قبر طواف کردن به قبر این شرک است حکمش رو نمیداند که این شرک است و کفر است و آدم کفر میشود جهلش عذر نیست معذور نیست این سخنی محمد
ابن عبدالبر وفات کننده 463 هجری هستند که ما کتابشون رو بیان کنیم. جامع بیان فضل العلم، فضل العلم، مجله اول که به شما ذکر شد. عالم دوم که به دهان پر اینها میگویند که این عالم هم جهل رو عذر میگفت است. حالا دیدید که محمد ابن عبدالبر در شرک اکبر عذر نمیدانند، اما جهل رو در کتابشون باز میگن که جهل در مسئله صفات البته عذر است. قسم دومی صفات عذر است. عذری ها قسم صفات رو می آورند و عذر سخنی گفتهشون رو بعد از این به اصول دین همین رو نسبت میتن که خطا است. بارک الله فیکم. حالا سخنی عالم دومی که این عذری گفت ابن العربی قاضی مالکی رو میبینیم. وقتی که ما نظر میکنیم به سخنی که مدخلی ها، عذری ها بالعموم، حزبی ها، قبوری ها می آرند که ابن العربی قاضی المالکی ذکر میکنند که گویا جهل رو عذر گفتند. البته همون ابن العربی القاضی المالکی در کدام کتاب گفته اینو نمیبرند. این را ابن العربی القاضی المالکی خودشون نگفتند، بلکه مدخلی ها یا کسی که این سخن رو از ابن العربی القاضی المالکی نقل میکند، از کی نقل میکند؟ با واسطه یکی از کتاب ها المحاسن میگند، از کتاب محاسن گرفته شده است، جمال الدین القاسمی. با واسطه جمال الدین القاسمی نقل میکنند. جمال الدین القاسمی سخن ابن العربی رو در کتاب المحاسن ذکر میکند و به سخن ابن عربی سخن خودش رو پیوست میکند. بالاخره گویا که این سخن ابن العربی است، اما این سخن رو آیا یگان نفر از عذری ها اثبات میکند؟ از کتاب خود ابن العربی. از کتاب ابن العربی اینو اثبات کردن نمیتواند. در کتاب ابن العربی وجود ندارد. یگانه جایی که این سخن رو از ابن العربی نقل میکنند این کتاب المحاسن است، جمال الدین القاسمی، که جمال الدین القاسمی که علما خودشون بیان کردن که قابل قبول نیست، عقیده‌اش باطل است. ما درباره جمال الدین القاسمی هم بعد از کمی صحبت میکنیم. پس این عباره که اومده است فالجاهل والمخطئ، جاهل و مخطئ، خطاکار، من هذه الامه، از این امت، جاهل های این امت، خطاکار های این امت، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا او کافر، اگرچه کفر یا شرک رو به جا بیاورد مشرک یا کافر نمی شود، خارج از ملت اسلام نمی شود. سخن در اینجا آشکار واضح اومده ایستاده است که از امت محمد صلی الله علیه و سلم یک جاهل به سبب جهلش، یک خطاکار به سبب خطا کردنش کفر اکبر، شرک اکبر رو کند، مشرک یا کافر یا خارج از ملت اسلام گفته نمیشد. این سخن رو کی میگد؟ کی نقل میکند؟ ببینید، قاسمی، جمال الدین القاسمی در کتاب المحاسن ذکر میکرد و گویا که میگد که این سخنی کی است؟ سخنی ابن العربی بار این میتوبد، اما خود قاسمی هم سخنی ابن العربی نگفته است. ببینید اینجا نظر میکنیم قاسمی در یکی از کتاب گفتیم محاسنش، در یکی از باب ها ذکر میکند کتاب صحیح بخاری رو و میگوید که وقد قال البخاری، بخاری گفتند، امام بخاری گفتند، باب کفران العشیر و کفر دون الکفر. امام بخاری باب گذاشتند که کفران العشیر و کفر دون الکفر. در باب کفر دون الکفر امام بخاری باب گذاشتند و در زیرش حدیثایی که کفر دون الکفر است ذکر کردند. و بعد از این باب یک بار قاسمی سخنی کرو میآورد، سخنی قاضی را، قاضی ابوبکر ابن العربی را میگه که قال القاضي ابو بكر ابن العربي في شرحه، یعنی در شرح صحیح بخاری قاضی ابن العربی گفتند مراده ان يبين ان الطاعات كما تسمى ايمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليه الكفر لا يراد بالكفر المخرج عن المله. این سخنی کی است؟ سخنی قاضی ابوبکر ابن العربی است که در زیر
بابی که امام بخاری در زیر صحیح بخاری که یک باب آمده است که کفر دون الکفر، در بابی کفر اصغر گفته شدند. این باب رو کفر اصغر رو شرح می‌کرد ابوبکر ابن العربی و میگه که مراد این است که اطاعت خیلی که یعنی بیان کرده است که اطاعت این ایمان است، خیلی که گناه این کفر است. اطاعت کردن به این معنی که عبادت کردن، اطاعت کردن ایمان است، خیلی که گناه کردن کفر است. لیکن اگرچه گناه رو کفر گفته شود هم انسان را از ملت اسلام خارج نمیکند. فقط انمین سخنی ابوبکر ابن العربی قاضی ابوبکر است. یعنی بله درباره کفر اصغر صحبت رفته است. وقتی که قاضی ابوبکر ابن العربی صحیح بخاری رو شرح می‌کرد، بابی کفر اصغر میاد، در زیر این بابی که امام بخاری کفر دون الکفر گفتن شرح می‌کرد و میگوید که گناه کفر است، اما کفر اکبری که انسان رو از خارج از ملت اسلام میکند نیست، این کفر اصغر است. انمین تعلیق امام بخاری بگویم امام ابن العربی رو، همین سخن امام ابن العربی رو قاسمی میگیرد، جمال الدین القاسمی میگیرد و با دوامش ذکر میکند. دوامش رو خودش میگه که جاهل و مخطی، کسی که جاهل است و خطاکار است از این امت، ولو عمل من الكفر و الشرک، اگرچه عمل کند از کفر و شرک، مشرک یا کافر نمیشود. کلام ابن العربی لا يراد بالكفر المخرج عن المله تمام شد، همینجا تمام شد. لیکن دوامش جاهل و مخطی، آدمی جاهل، آدمی خطاکار از این امت اگر شرک و کفر کند این کافر نمیشود، این مشرک نمیشود رو سخنی خودی قاسمی هست که اضافه کرده است. جمال الدین قاسمی به سخن ابن العربی اضافه کرده است، اما آذری ها این اضافه رو نفهمیدن، برای اینکه اینها علم ندارن، اینها به کتاب نظر نمیکنن، اینها فقط یک گوگل رو نظر میکنند. این سخن دو سخن رو از همدیگر جدا کرده نتوانسته، گمراه شدند. به یک سخنی یک عالمی که از اهل سنت و الجماعت نیست، قاسمی، جمال الدین قاسمی از اهل سنت و الجماعت نیست، گمراه شدند، عقیده گرفتند، از یک سخنی باطل عقیده گرفتند، گمراه شدند. حالا که قرآن هست، سنت هست، شما میپرسید که از کجا شما جدا کردید؟ ای ابو محمد مدنی، از کجا جدا کردی که این سخن الجاهل والمخطئ من هذه الامه، جاهل و مخطئ از این امت، این سخن ابن العربی نیست، سخن قاسمی است. ما نظر میکنیم به کتاب فتح الباری لابن حجر عسقلانی، مجله اول صفحه 83، زیرا که این حدیث رقمش 29 است. وقتی که ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری شرح میدهد صحیح بخاری رو، به رقم 29 این حدیث می آید و به رقم گذاشته امام بخاری به رقم 21 که باب همین است که باب کفران العشیر و کفر دون الکفر. بخاری باب گذاشتند، یعنی بابی کفر دون الکفر، یعنی کفر اصغر، درباره کفر اصغر گفته ایستاده است. ابن حجر عسقلانی وقتی که همین کتاب صحیح بخاری رو شرح می‌کنند، سخنی کی را می‌آورند؟ سخنی انا عیناً همین قاضی ابوبکر ابن العربی رو می‌آورند. همین سخنی که جمال الدین القاسمی آورده است و به دوامش خودش زیادتی کرده است، به دوامش نه، به بینش همین سخن رو ابن حجر عسقلانی می‌آورند. ببینیم که ابن حجر عسقلانی آیا مثلی قاسمی جهل را عذر گفته است، گفته ابوبکر آوردن یا نه آوردند؟ ببینید نه آوردند. ابن حجر عسقلانی در زیر شرح صحیح بخاری باب کفر دون الکفر میگوید قال القاضی ابوبکر ابن العربی، قاضی ابوبکر ابن العربی در شرح صحیح بخاری در باب دون الکفر، کفر دون الکفر، کفر اصغر گفت. باب هم بابی کفر اکبر یا شرک اکبر نه، در باب کفر اصغر رفته است. و سخنی ابن العربی هم در زیر همین است، میگه مراد المصنف ان يبين ان الطاعات كما تسمى ایمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا. یعنی سخن ابن العربی ببینید، مراد مصنف یعنی ابن العربی سخن امام بخاری رو گفته است. یعنی ابن العربی میگه که مقصد امام بخاری بیان کردن این است که طاعات این ایمان گفته میشه و چخیلی که گناه این کفر گفته میشه. لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد بالكفر المطلق عن المله. اما میگه وقتی که کفر مطلق آمد، این رو یک باره کفری که خارج از ملت اسلام میکند گفته نمیشود. قال وخص كفران العشير من بين انواع الذنوب الدقيقه بديعه وهي قول صلى الله عليه وسلم. دوام دارد. ببینید سخنی از همین جا بعد
سخن عبدالرحمن، ببینید سخن جمال الدین القاسمی دیگر سخن است. عذر میبرد. جاهل و خطاکار شرک اکبر رو کندم جاهل است، عذر دارد. گفتنی سخن این جمال الدین القاسمی میبرد، اما در دوام سخن ابن العربی این سخن نیست، زیرا که ابن حجر اسقلانی در دوامش ببینید چی گفته است. قاله یعنی گفت، کی گفته؟ من ابو بکر بو گفته شدند. ابو بکر ابن العربی گفته شدند که در دوام سخنشون در اینجا امام بخاری کفران العشیر رو ذکر کرد، یعنی کفر ورزیدن زن به شوهرش، یعنی اطاعت نکردن یا که بعضی حق حقوقی مهربانی یا که مرد خدمتش نادیده گرفتن، این هم کفر العشیر است. تکفرون العشیر چخلک پیام رفتند. لیکن این گفتند چی است؟ بارک الله فیکم، کفر اصغر است، کفر اکبر نیست. سخن ابن العربی دوام دارد، اما در دوامش چخیلی که عذری ها میگویند که ابن العربی گفتند که جاهل و مخطی معذور است وجود ندارد. ابن حجر اسقلانی ذکر کردن وجود ندارد. اولا ببینید ترجمه ای که بابی که امام بخاری گذاشتن باب کفر اصغر است و سخن ابن العربی هم در زیر کفر اصغر است. پس بارک الله فیکم، این سخن ابن العربی نیست. سخنی که عذری ها نقل میکنند که ابن العربی گفتند که خطاکار و جاهل از این امت اگر شرک اکبر و کفر اکبر رو کند معذور است و کافر و مشرک گفته نمی شود. این سخن ابن العربی نیست، این سخن قاسمی هست. سخن قاسمی هست. اما قاسمی کیست؟ خود قاسمی کیست؟ معروف است خود قاسمی، جمال الدین القاسمی، که بنهایت دفاع کننده از اهل بدعت است. دفاع کننده همین کبار علمای مشرکین اهل بدعت رو دفاع کرده. دفاع کرده جهم ابن صفوان رو. همین جمال الدین القاسمی جهم ابن صفوان رو دفاع میکند، حق میگوید. نصیر الطوسی رو، عمرو بن عبید رو، ابن عربی طائی رو. بعضی از علمای عصر حاضر، عصر زمانه ما، علمای اهل سنت میگن که جمال الدین القاسمی فاجر ضال مضل، فاجر است، ضال و مضل است. و علما برحذر کردند این امت رو، اهل سنت رو، که از جمال الدین قاسمی برحذر باشید، این یک ضال و مضل است. این جهم ابن صفوان هم خوب است میگد، ابن عربی طائی خوب است میگد. پس عذری ها عقیده اشون ببینید چخیل از کجا گرفته شده است. از یک سخنی ناانیق، سخنی که شاگرد جهم ابن صفوان است گرفته شده است. از همین جد ما عذری ها میگیم که این عقیدهشون جهمی است، خودشون یا فهمیده یا نفهمیده عقیدهشون رو از جهم ابن صفوان میگیرن. بعد از این دوم سخن رو میگیم، اگر بناگاه تصور کنیم که همین سخن رو ابن العربی گفته باشد، هم قاضی المالکی ابو بکر ابن العربی گفته باشند، هم ما قبول نمیکنیم. برای چی؟ برای که ابن العربی اشعری هست. ابن العربی قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی در فقه مالکی در عقیده اشعری است، با اهل سنت موافقت ندارد در باب ایمان، در باب کفر، در باب توحید. این معروف است که اینچنین انسان ها سخنشون، کلامشون اعتبار گرفته نمی شود و اینچنین در مسائل اسما و احکام، در مسائل اینچنین صفات. چرا اینها بسیار مسئله رو البته ابن العربی قاضی ابو بکر ابن العربی خطا کرده در باب اسما و صفات، در باب ایمان، در باب کفر، برای اینکه اصل اینها اشعری است و خطا است. اکنون فهمیدید که برادران عزیزم، عذری ها عقیده اشون از اشعری ها، از علمای اشعری و از قاسی جمال الدین القاسم المعلمی که شاگردی، بگیم شاگردی یعنی باز دفاع کننده از جهم بن صفوان است، از شاگردان جهم بن صفوان است. کنی علمای اهل سنت گجا شد، علمای اهل گجا شد، سلف. این منهج زیبایی که ما ندا میکنیم شب روز که قرآن و سنت به فهم صحابگان رضی الله عنهم، کنی سلف این امت، کنی تابعین، تبع التابعین، کنی 4 مذهب گجا شدن. ما 4 مذهب رو ذکر کردیم
که در این مسئله هر چهارشون اجماع رو نقل کردن. مذهبی خود سخن ابو حنیفه رو ذکر کردیم که کاسانی ذکر کرده است، سرخسی ذکر کرده است و غیر از علما ذکر کرده است و ما کتاب ها رو به این روی شوشه آوردیم، روی اکران آوردیم، به شما نشان دادیم. در یوتیوب وجود دارد، گوش بکنید. 10 حلقه وجود دارد که با همراهی ابو عمر حفظه الله صحبت کرده هستیم. انا این بود یکی از یعنی خطاگی، جهالت و شرمندگی اینها. حالا بیایید سخن میکنیم نسبت علمای سوم. در دوام سخن ابو صهیب عاذری میگوید که ابن حزم ظاهری هم جهل رو عذر میدانند. ابن حزم ظاهری وفات کننده 452 هجری در مسئله صفت، قسم از صفت که از اصول دین نیستند، جهل را عذر میدانند و همین سخنی ابن حزم را عاذری ها میگیرد و میگوید که انا ابن حزم جهل را عذر گفته شدند. بیچاره نمیداند که در قسم صفت صحبت کرده شدند که در حقیقت در اونجا جهل عذر است. در باب صفت کنی سخنشان در باب شرک اکبر و کفر اکبر. عاذری ها نمیداند. سبحان الله. ما به شما سخنهای البته ابن حزم ظاهری را ذکر میکنیم. میبینید که خطا کرد عاذری ها و دینش را از خطا و از جهل به وجود آورد. بارک الله فیکم. در زیر آیت از قرآن سوره نحل آیت 106 که آیت این است که الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من کفر بالله بعد ایمانی. هر کسی کافر شود به الله بعد از ایمانش کافر است. هر کسی که بعد از ایمان آوردن به الله کفر میورزد کافر است. بجز یعنی یک قسم از انسان ها عذر دارند. الا الله خودش ذکر کرد، الا استثناء، یعنی این آدم هایی که کافر میشن به الله اینها را کافر گفته نمیشد. کی ها؟ اکریه، من اکریه، کسی که اکراه کرده شود، زده لطکوب کرده، مجبور کرده شود به کفر. بمانندی مثلا قصه ای که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به وجود آمد، عمرو بن یاسر. بارک الله فیکم، که لطکوبش کردند و قریب که جانش از جسمش بیرون میشد، قریب که میمرد، قریب که وفات میکرد، مجبور بعضی از کفرها را گفت، سخنهای کفری را گفت. بعد از این او را آزاد کردند. به سبب این که لطکوب شد، قریب مرگ به سراغش آمد، کفری که بعد از این از سبب مجبوری گفته بود، این کفرش حساب نشد. بارک الله فیکم. الا من اکره، کسی که مجبور بشود و قلبش پر از ایمان باشه. شرط دارد، یعنی مجبور شود و کفر را از قلبش گوید، هم کفر است. خیلی شیخ الاسلام تیمیه میگن مجبور شود، قلبش پر از ایمان باشد، به قلبش نفرت داشته باشد نسبت هم کفر، نسبت هم کاری که میکند همین را کفر داند، اما به زبانش مجبور تقیه کند به خاطر زنده ماندن. این انسان عذر دارد. اما کسی که ولکن من شرح بالکفر صدره، کسی که قلبش رو به کفر آزاد میکند، قلبش میکشد به قلبش کفر میشد، کافر است. این بود که الله ذکر کرد. در زیر همین علامه ابو محمد ابن حزم میگن که خرج من ثبت اکراهه عن ان يكون باظهار الكفر كافرا الى رخصة الله تعالى والثبات على الايمان. در این آیت خارج شد کسی که اکراهش ثابت شده باشد، اگرچه کفر را ظاهر کرده باشد، این را کافر گفته نمی شود، زیرا که رخصت الله سبحانه و تعالی در این ثابت شد و این اکراه است و ایمانش ثابت است.
هر کسی که کفر را کند و اکراهش ثابت شود، در حقیقت در حالت اکراه کرده باشد، پس این انسان را کافر گفته نمی شود. این انسان ایمان دارد، زیرا که عذر دارد، عذرش اکراه است. و در دوامش میگه و بقی من اظهر الکفر، و باقی من دیگر انسان هایی که اکراه ندارد و کفر را ظاهر کرد. لا قارئا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ينقض القرآن ولا من قال كلمة كفر أنه كافر. باقی مانده انسان ها هر کسی که اکراه نه یا در زیر اکراه داخل نمی شود، همون کفر را به قصد بکند، به اجماع این امت بر بالای این حکم کفر جاری می شود و این حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بذلك و بنص القرآن على من قال كلمة الكفر انه كافر. و این نص قرآن است که هر کسی که یک سخن کفری را، یک کلمه کفر را بگوید، این کفر است. این سخن را می توانید ببینید در کتاب الفصل فی الملل والنحل مجله سوم صفحه 250 و 249 250. بیان الدلیل علی بطلان التحلیل صفحه 138 و 143 رو هم نظر بکنید که باز در این مسئله سخن کرده است. پس بارک الله فیکم، این سخن ابن حزم است که آشکار و واضح گفته شدند که به اجماع کسی که اکراه نیست یا که به همین زیر اکراه داخل نمی شود، غیر اکراه است، از پیش خودش کرده شده است، همون عمل رو فهمیده شده است، مجنون نیست، کافر است و این حکم الله و رسول بر بالای این است. الله اکبر. پس چی میفهمید از این سخن؟ میفهمید که آذری ها یا جاهلند یا اعوذ بالله دیده و دانسته به این کفر خودشون رو زده شدند. والله علم چه خیلی گفتیم اگر گمان رو نیک بگیم جاهلند. اما بیاید درباره حالا عالمی بگویم چهارمشون صحبت میکنیم. این عالمی وای ها نیستند، البته این علما همشون علمای مثلا عبدالرحمن المعلمی، علمای اهل سنت و الجماعت هستند، امام محمد ابن عبدالبر، اما از این علما اینها استفاده میکنند. البته ابن العربی القاضی المالکی اشعری هستند عقیدتا. ابن حزم الظاهری در باب اسماء و صفات اهل سنت و الجماعت نیستند. شبهه پنجمی که اینها دارند میگن عبدالرحمن المعلمی جهل را آشکار و واضح عذر گفتند، یعنی به همین سبب شبهه را ذکر میکنند، میگن که عبدالرحمن المعلمی وقتی که جهل را عذر گفته باشد ما هم میگوییم. میگن عبدالرحمن المعلمی اولا کیست؟ رحمه الله عبدالرحمن المعلمی 1313 هجری تولد شده در یمن و 1383 یا 84 در مکه بعد از نماز فجر در همون مکتبهشون وفات میکنند. عبدالرحمن المعلمی مرحله های گوناگون داشتند. عبدالرحمن المعلمی کتابی که نوشتند و در همون کتابی که جهل عذر است آمده است، در حقیقت این کتاب دستنویس بود. این کتاب را خودشون نصیحت هم نکردند برای اینکه چاپ شود و غیره. نام کتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والاله. رفع الاشتباه عن معنى العبادة والاله، برداشتن اشتباه از معنای عبادت و اله. این کتابشون بینات کتاب‌های یکی از اولها نوشته شده بود. عبدالرحمن المعلمی این کتابشون رو در اولها نوشته بودند. بعض از علما میگن شاید یکی از اولین کتاب‌های شیخ المعلمی باشد. اما این کتاب رو در کدام فترت نیستن؟ در فترت هندی میگن، پیش از هند رفتنشون یا به هندستان وقتی رفتنشون، زیرا که عبدالرحمن المعلمی به هندستان حیدرآباد رفتند و در حیدرآباد هم اینجا فعالیت کردند در باب حدیث و علم حدیث خوندند، عالم محدث هستند. این کتابشون دستنویس است و خودشون به یگان شاگردشون نگفتند که چاپ شود یا دستنویس و غیره. همین کتاب رو حبیس الرفوف گفتن، یک انسان که در زمان عبدالرحمن المعلمی تولد نشده بود، بعد از وفات شیخ تولد شده است. یعنی میسازد این کتاب رو، گویا که کاملتر میکند و چاپ میکند و میبرارد، حالا که خود عبدالرحمن المعلمی وصیت نکرده بودند برای تبعاتش، برای طبع یعنی چاپ کردن وصیت نکرده بودند. و بسیاری از این کتاب، قسمی از این کتاب رو حتی عبدالرحمن المعلمی مصوت گذاشته بودند به خط دستنویس. و این کتاب به نهایت
جاهای کمبودی، یعنی کمبودی های و پیش و عقب های زیاد داشت. و خود شیخ عبدالرحمن المعلمی تا وقتی یعنی بسیار وقت بسیار جوش حذف میکردند، اینو اون میکردند. پس در همین کتاب در حقیقت شیخ عبدالرحمن المعلمی جهل رو عذر میگویند، اما در کتاب دیگرشون شیخ عبدالرحمن المعلمی بر ضد این سخنشون صحبت میکنند. عبدالرحمن المعلم رحمه الله تعلیق میکنند به کلام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب درع العقوبه عن المشرك الجاهل. درع العقوبه عن المشرك الجاهل. ببینید مشرک جاهل گفته شدند. در دوامش میگن که فهذا ضال وعلمه الذي اشرك وعمله الذي اشرك فيه باطل ولكن لا يستحق العقوبه حتى تقوم عليه الحجه. این آدمی که شرک اکبر رو از سبب جهل کردین مشرک است، ضال است، عملش که شرک کرد باطل است، اما این انسان مشرک جاهل مستحق عقوبت نه. این رو برده کشتن یا که خونش و مالش رو حلال گفتن درست نیست، ولی مذهب اهل سنت است تا حجت نرسد. اول این رو میگیرید، آدم مشرک رو وقتی که گرفته جاهل رو محکم میکنید و این حجت میرسونید، 3 روز مهلت میتید. بعد از این بعد چی میکنید؟ البته بعد از حجت رسیدن این مشرک عقوبت کرده میشد. این سخنی کی است؟ این البته این حوض سخنی که گفتیم البته سخنی اصلش سخنی ابن تیمیه رحمه الله است، اما تعلیق میکنند عبدالرحمن المعلمی. تعلیق عبدالرحمن المعلمی چی است؟ قامت الحجه على من بلغه الكتاب والسنه. حجت قائم شد بر کسی که قرآن و سنت رسید. تمام است. ببینید وانما التفريط اتى من قبلهم فاستحقوا العقوبه ولا شك. تفريط کمبودی از جانب خود مشرک آمد، اینها مستحق عقوبت هستند، هیچ شکی نیست. و در دوامش میگه که و کلام الشیخ، یعنی کلام الشیخ کلام ابن تیمیه، فی من لیس كذلك فیعلم ذلك. کلام ابن تیمیه در حق کسی است که میگه جاهل خالص باشد. این سخن رو میتوانید پیدا بکنید در کتاب الرد علی الاخنائی صفحه 62 که تحقیق میکند المعلمی رحمه الله، تبعت السلفیه. این کتاب البته وجود دارد در نظر. در اینجا چی ما میگیم؟ در اینجا عبدالرحمن المعلمی آشکار و واضح در همین کتابی الرد علی الاخنائی صفحه 62 گفته ایستادند که کسی که شرک را میکند این را عقوبت کرده شود، حتی به عقوبتش عذر نیست، جهل عذر نیست. چگونه می شود به مشرک بودنش جهل عذر باشد؟ معنی همین است. زیرا که عبدالرحمن المعلمی گفته استند که امروز در بین امت قرآن و سنت رسیدنش خودش حجت است. ای عاذری ها، ای گمراه ها، ای تهمت کنندگان بر علما، ای دروغگویان، اگر شما جهل را عذر بگویید عبدالرحمن المعلمی برخلاف شما هستند. اگر شما بگویید که جهل را عذر میگفتند، بدانید که خود قرآن و سنت رسیدنش این عبدالرحمن المعلمی گفته استند که من رسیدن قیام الحجت است. مثل شما نگفتند که به گوش هر یک مشرک رو بگو، اگر نفهمد بگو. قرآن و سنت امروز در بین امت آیا پهن است یا نیست؟ پهن است. پس از نظری اگر جهل را عذر بگوید هم بار دیگر گفته استند که قرآن و سنت به جای که رسید اینا مشرک است و به اینا عقوبت کرده می شود. سبحان الله. در کتاب دیگر، در جای دیگر، شیخ عبدالرحمن المعلم رحمه الله میگن که انما الذي يهمنا ان الدعاء الغائب والميت والاستعانة به والحاذر فيما لا يقدر عليه الا الله تعالى واعتقاد مقتضي ذلك هي اظهر في نقض الشهادة من ترك احدى الصلوات لان فيها عبادة غير الله تعالى واعتقاد استحقاقه لذلك، وهذا هو معنى اتخذه إلها فيكون ذلك مناقضا لشهادة ان لا اله الا الله. ببینید یعنی دعا کردن غائب، یک آدم مرده را دعا کنید، مرده را یا غائب طلب کمک کنید، یک انسان حاضر را که قادر نیست، زیرا که از خصوصیت الله از یک انسان طلب بکنید.
این میگه شکننده شهادتین است، شکننده لا اله الا الله است. زیرا که این عبادت کردن غیر الله است، اعتقادی استحقاق مستحق دانستن غیر الله در خصوصیت الله است و این به خودش اله گرفته است و با همین عملش شهادتش لا اله الا الله شکست است. تمام. بارک الله فیکم. در جای دیگر میگویند که عبدالرحمن المعلمی ان من نطق بالشهادتین عارفا معناهما یصیر مسلما، هر کسی که شهادتین را نطق بکند معنایش را بداند مسلمان میشود. ببینید. و ان من اعتقد ان ما يخالف شيئا من مقتضى الشهادتين صريحا يعد مرتدا حلال الدم والمال، وان استمر على النطق بالشهادتين زاعما ان ذلك لا يخالف مقتضاهما. ببینید عبدالرحمن المعلمی چی گفته است. اما کسی که اعتقاد کند اعتقادش مخالفی چیزی از مقتضای شهادتین باشد، یعنی عقیدهش مخالف لا اله الا الله باشد، کاملا نباشد، حتی به مقتضای لا اله الا الله مخالف باشد، یعنی اعتقاد کفر به طاغوت، ایمان به طاغوت داشته باشد مثلا، یا که اعتقاد به این که قبر عبادت کردنش جایز بگوید یا که عبادت بکند. آشکار و واضح گفته شدند که اگر چی لا اله الا الله بگوید اعتقادش مخالف چیز از مقتضا طلب شهادتین باشد، این مرتد حساب می شود. این انسان حلال الدم است، خونش حلال است، مالش حلال است. اگر چی این استمر علی نطق بالشهادتین، اگر چی دوام بر دوام مداوم شهادتین را نطق بکند، هم شهادتین را هر روز نطق کرده گردد هم، اما اعتقادش مخالف طلبات لا اله الا الله باشد، این مرتد و حلال الدم است گفته شدند. سبحان الله. زاعما ان ذلك لا يخالف مقتضاها، اگرچه اعتقاد بکند که همین اعتقادی باطلش لا اله الا الله رو نمیشکند، یعنی این جاهل است گفته است. یک آدمی جاهل نمیداند اعتقادش باطل است، فکر میکند که همین اعتقادی باطلش اسلامش رو نمیشکند، اما این اعتقادش طلبات لا اله الا الله رو شکسته، این مشرک است، کافر است. در جای دیگر میگه اما قولكم ان المعتقدين بله ان المعتقدين جهال فهم جهال ولا شك، ولكن ليس الجهل عذرا في امور الاعتقاد. عذری ها مرامد این سخنی واضحشون را ببینید. اما سخنی شما میگن این آدمایی که قبر پرست است و اعتقادی باطل دارد اینها جاهل است میگیتون. شیخ میگن که بله این قولتون درست است، فهم جهال، بله اینها جاهل هستند، ولا شک نیست که این کسانی که قبر رو میپرستند جاهل هستند. ولكن ليس الجهل عذرا في امور الاعتقاد، اما لیکن این رو بدونید که جهل عذر نیست در مسائل امور اعتقاد. این سخن عبدالرحمن المعلمی است. بل ولا غیرها حيث امکن التعلم، بلکه میگن جهل عذر نیست در غیر مسائل اعتقاد هم وقتی که متمکن در آموزش باشد، امکانیت آموزش و فهمیدن و تعلم داشته باشد و نه آموزد، این تفرید از خودش است. جهلش هیچگاه عذر نیست، نه فقط در مسائل اعتقاد، در غیر مسائل اعتقاد. در مسائل اعتقاد اصلا عذر نیست گفته شدند. کتاب رو میخواهید بفهمید؟ نظر بکنید به کتاب تحقیق الکلام فی المسائل الثلاث. نام کتاب تحقیق الکلام فی مسائل الثلاث، مجله 4 صفحه 445 447 و 450. انامین است. پس خلاصه قول چیست؟ خلاصه قول من که عبدالرحمن المعلمی رحمه الله در یکی از کتابی که در اول نیستند خطا، یک مسئله رو خطا بیان کردند، اما در دیگر کتاباشون که تا آخر عمر گفتند یک چند بار گشته و برگشته جهل رو عذر نیست گفتند. پس بیایید تلبیس نکنید، عذری ها تلبیس نکنید. بارک الله فیکم. انا همین است این علمایی که اینها آوردند. با همین میفهمید که سخن محمد ابن عبدالبر، سخن ابو بکر ابن العربی القاضی المالکی، سخن ابن حزم، سخن عبدالرحمن المعلمی، همه اشون جهل را در شرک اکبر و کفر اکبر ظاهر و عذر نمیدونستند. بله یک عالم ممکن است که یک در کتاب اولی نوشتهش خطا کرده باشد. بسیار علما، همه اکثر علما که اومدن در جوانیشون در نو به علم در اومدنشون بعضی مسائل رو خطا کردند.
خودی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و ابن القیم الجوزی میگویند، خیلی که ابن القیم الجوزی ذکر کردند و شیخ الاسلام در کتاب مجموع الفتاوا میگن که در اول وقتی که ما جوان بودیم استادان ما که اشاعره بودن، ما در مسائل یعنی اعتقاد اشاعره داشتیم، میگن در مسائل، نه در همه، در یک قسمی از مسائل. ببینید زیرا که در همون وقت همه اکثر بگویم اکثریت اشعری بودن. بارک الله فیکم. با همین این سخن رو به پایان میرسونیم و باید گفته شود که هر شبهه‌ای که اینها دارند ما جواب دادیم، شما فقط گوش بکنید و بفهمید که در حقیقت آذری ها گمراهند. آذری ها با همین عقیده باطلشون البته که به خطر بزرگ گرفتارند. عقیده اهل سنت در جماعت همین است که آذری که به او حجت رسید، دید، قرائت کرد، فهمید، همه حجت ها را دید که جهل عذر نیست، باید مشرک گفته شود. بعد از این با انکار کرد، پیروی از هوا و هوس، با تعصب کرد، با مذهب اهل سنت رو مذهب خوارج گفتیم، مشرک است. سبحان الله. علمای اهل سنت از آذری فتوا گرفتن رو، درس گرفتن رو، گوش کردن رو، در گرد اون جمع شدن رو منع میکنند. پس احتیاط باشین. بارک الله فیکم.